مخترع این سیستم چرخدنده‌ای واقعاً یک نابغه است. برخی‌ها حاضر بودند 3 میلیون دلار بدهند تا حق ثبت اختراعش را بخرند. اما این مرد بزرگ فناوری را به صورت رایگان در دسترس عموم قرار داده است. آیا می‌دانستید این سیستم چرخدنده کوچک ممکن است کل کد قدرت دنیای صنعتی را در خود داشته باشد؟ به آن چرخدنده سیاره‌ای می‌گویند. اسمش نجومی به نظر می‌رسد، اما عملکردش دقیقاً مثل منظومه شمسی است. یک چرخدنده خورشیدی در مرکز قرار دارد، یک چرخدنده داخلی در حلقه داخلی و حلقه بیرونی و چند چرخدنده سیاره‌ای به دور چرخدنده خورشیدی می‌چرخند، همه با یک حامل سیاره‌ای هدایت می‌شوند. هر قطعه به طور دقیق با دیگری مرتبط است و نتیجه ساختاری شگفت‌انگیز و فوق‌العاده فشرده است. با وجود اندازه کوچک، این سیستم بازدهی بالایی دارد و بهره‌وری آن بیش از 95% است. همچنین می‌توان آن را به صورت انعطاف پذیر ترکیب کرد تا شرایط کاری مختلف را پوشش دهد و با سیستم‌های پیچیده مختلف سازگار شود. این چرخدنده‌ها در واقع جادوگران تغییر سرعت مکانیکی هستند. در چرخدنده‌های سیاره‌ای مکانیکی، یک ساختار کوچک می‌تواند رؤیاهای بزرگ را تحقق بخشد. قلب واقعی صنعت اغلب در جایی پنهان است که شاید انتظارش را نداشته باشید.